بسم الله الرحمن الرحیم. از علی آموز اخلاص عمل قسمت پنجم. جواب دادن امیرالمومنین علی رضی الله عنه که سبب افکندن شمشیر از دست چی بود در آن حالت؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه در جواب قهرمان یهودی سبب انداختن شمشیر در آن حالت خشم چی بود؟ جواب میدهد. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه در جواب گفت من تیغ از پی حق میزنم، من شمشیر برای رضامندی الله تعالی میزنم. بنده حقم، من بنده و غلام حق باری تعالی هستم، نه مأمور تنم و مأمور تن نیستم که برای خشم خودم انتقام بگیرم. مطلب واضح است. شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه. من شیر حق هستم. اسدالله الغالب است، لقب حضرت علی هست. شیر حقم نیستم شیر هوا، شیر هوا نیستم یعنی شیر خواهشات نفسانی خود نیم. فعل من بر دین من باشد گواه، فعل من کار من بر دین من گواه است، شاهد است، مدرک است. یعنی آنچه که فعل من هست دین من هست و آنچه که دین من هست کار من هست. این یک رنگی. دو رنگ نیستم که سخنم چیزی دیگه باشه و عملم چیزی دیگه باشه، دینم چیزی دیگه باشه، کارم چیزی دیگه باشه. یعنی معاذ الله منافق نیستم، مخلصم. من عین مأمور خداوند هستم. ما رمیت اذ رمیت در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. ما رمیت اذ رمیت آیه قرآنی هست، مولانا خیلی جاهایش میارن. بخانش حافظی؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. خب این اشاره هست در مورد حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم، سنگریزه هایی که به طرف دشمنان پرتاب کرد، ماسه ها و ریگه هایی. الله سبحانه و تعالی دید آنها را به طور موقت گرفت. الله سبحانه و تعالی می فرمایند که ای پیغمبرش اینها را تو نریختی، ما رمیت نه انداختی، ولکن الله رمی، الله اینها را انداخت. حالا در واقع پیغمبر انداختش، اما مؤثر واقعی و حقیقی الله. میگه من هم همینجورم. من اگر تیغ میزنم، این ما رمیت اذ رمیت در حراب، در جنگ، حرب جنگ را میگن، در الحرب میدان جنگ را میگن. ما رمیت اذ رمیت در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. من مثل تیغ هستم، شمشیر هستم و زننده پروردگار است. رخت خود را من ز ره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. وسایل خود را، رخت من وسایل و ابزار خود را من از راه برداشتم.
یا وسایل همون وسایل خواهشات و نفسانی و خشم و غضب اینا باشن و بهتر میخوره. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. هرچی غیر خداست ما آنها را هیچ حساب میکردم، یعنی ارزشی ندارم من اونها را چیزی حساب بکنم. خشم خود را، رضایت خود را، خواهشات خود را چیزی حساب بکن نیستش. فهمیدی یا نفهمیدی؟ فنا فی الله. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. سایه ام من کی جدا ام ز آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. این هم یک چیزی هست. مولا علی در این بحث می‌فرماید سایه ام من کی جدا ام ز آفتاب، من همانند سایه هستم از آفتاب. پروردگار دور نیستم، جدا نیستم، چون سایه لازم و ملزوم با خورشید هست، با آفتاب هست. این من رضایم در رضای پروردگار هست. حاجبم من نیستم او را حجاب. حاجب به معنای نگهبان، حاجبش میگن، حارسش میگن در عربی. خب من حاجبم من نیستم او را حجاب، من دربار الوهیت هستم که مردم را به خدا برسانم. نیستم او را حجاب. کسی به نه اجازه نیست موقتا الان برگردید باد بیاد، نه، هر که بخواد به خدا برسه. من یک نگهبان و دربان هستم، او را حاجب نیستم که برگردانم. حل شد شعر؟ نگاه من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. من چو تیغم، من همانندشم پرگوهرهای وصال. این شمشیر بخصوص دستش رو زبان عربها با گوهرها حکاکی میکردن، چوبش را زینتدار میکردن. مولا علی میفرماید من چو تیغم پر گوهرهای وصال، و این تیغ و این شمشیر پر هست از جوهرها و گوهرهای وصال باری تعالی. یعنی من یک چیزی هستم با ارزش و با زینت، هر که طالب پروردگار باشد او را از راه مانع نباشم. خیلی با زیب زینت و آرایش و آرامش و با دل خوش به پروردگار برسانم. زنده گردانم نکشته در قتال. من زنده میکنم، در جنگ اونها را نمیکشم. کسی بخواد به خدا میبرم میرسانم. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. گفتش که تیغ من با گوهرهای وصال آراسته است. تیغ من با گوهرهای وصال آراسته است. و عموما تیغ یا شمشیر در میدان جنگ خونی می شود و بعد که خونی می شود یک پوششی می گیرد از خون. اینجا مولا می فرماید خون نپوشد گوهر تیغ مرا. خون انسانیش زیبا نیسته که یه پوشش بگیره به شمشیر من، که دوباره من خونخوار بشم، قاتل بشم، بیرحم بشم، گرگ بشم، درنده بشم. نه، خیلی مثلا قده هایی را صاف کرده از راه این تیغ، اما مقصدم این نیست. خون نپوشد گوهر، خون نپوشد گوهر تیغ مرا. گوهری داره که به خدا برسه. شمشیر علی که ذوالفقار نام داشت، این نبود که انسان را از سر راه دور بکند، بلکه این بود که انسان را سر راه بیاورد.
ذوالفقار علی این نبود که انسان را از سر راه دور بکند، بلکه این بود که انسانها را به سر راه بیاورد. باد از جا کی برد میغ مرا، میغ معنی ابر، میفرماید ابر کرم مرا باد از جا تکان نمیدهد. من کریم هستم، من مانند ابر پر آب هستم برای تشنگان معرفت الهی. باد اینها را نمیتواند برد. بعد مولانا خودش میگه که بادها چی هستن. کهنیم کوهم ز صبر و حلم و داد، کوه را کی در رباید تند باد. کهنیم کاه نیستم، یک برگه هشاش و این چیزا نیستم، بلکه کوهم، کهنه هم کوهم. از چی؟ ز صبر و حلم و داد، از صبر، از بردباری و از انصاف، از اینها. کهنیم کوهم ز صبر و حلم و داد، کوه را کی در رباید تند باد. کوه را نمیبرد، هرچی طوفانی باد طوفانی باشه اما کوه را نمیتواند از جایش تکان بدهد. اما که را بله. چرا؟ اگر من برای خودم می جنگیدم که می بودم، اما برای خودم می جنگم کوهم، و این بادها نمی توانند کوه را از جا تکان دهند. کهنیم کوهم ز صبر و حلم و داد، کوه را کی در رباید تند باد. آنک از بادی رود از جا خسی است، آنک از بادی رود از جا خسی است، زانک باد ناموافق خود بسی است. باد ناموافق زیاده. اگر انسان که باشه یک روزی به طرف شمال میره، بعد که چی بگو هوا از طرف بعد از طرف شمال به طرف جنوب میره، به طرف غرب، همینطور بی اختیاره. میگه نه من کوهم. آنکه از بادی رود از جا خسیست، زانکه باد ناموافق خود بسیست. باد موافق اون زمانها باد موافق بادی را میگفتن که کشتی را به سوی هدف حرکت بده. هر زمانی که کشتی میخواد، مثلا اون زمان بادی بودن، به طرف شمال بره و چی هم بعد هم از طرف شمال میره، روبرو میشن. این باد ناموافقه خیلی خطرناک بود، خیلی انسان را اذیت میکرد. بدبخت چند کیلومتر رفته اون باد که میاد عقبش میکشه، یا حداقل نمیتونه جلو بره. آنکه از بادی رود از جا خسیست، زانکه باد ناموافق خود بسیست. گرفتی؟ باد ناموافق. باد ناموافق چیه؟ اصلا ذهن ما این طرفا نمیره. مولانا خیلی ذهنش وسیعه. چیه؟ یکی باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را کو نبود اهل نماز. خشم یک بادیه، شهوت خواهشات نفسانی، غریزه های نفسانی باد دیگری. حرص و طمع، از حرص را میگن، این یک باد دیگره. نگاه کن چقدر باد مخالف هست. وقتی انسان در خشم میاد، مثل الان میبایست حضرت علی رضی الله تعالی عنه در خشم می آمد دیگه، در خشم میاد میزد، سرش را پاره میکرد، مغزش را در می آورد. اما نه. و بعد شهوت، اینم خیلی خطرناکه برای انسان، برای خواهشات نفسانی کارهایی میکنه، تمام عمر ضایع هست، پریشان هست، شرمنده هست. بعد آز طمع، مبلغ خوبی که به دست آورده به یک طمعی، یکی میاد چند تا چتان شخان میکنه و طمع پیدا میکنه، این شخص همه مالش رو میره.
این باد خشم و باد شهوت باد آز کدام کارها را میبرد؟ او را که نبود اهل نماز، کسی که اهل دین نباشد. حضرت ثانوی رحمت الله علیه میگن اهل دین، چون که اساس دین نماز است. بعد حرص و بعد کینه بعد آز برد او را که نبود اهل نیاز. نیازمند باری تعالی خاشع او را میبرد. چی؟ بعد حرص و بعد کینه بعد آز. اینا هم بعدهای مخالف هستند که انسان را تباه میکنه. بعد کبر و بعد عجب و بعد خلم غرور خلم. بعد کبر و بعد عجب و بعد خلم. یکی هست گذشت حلم بردباری، خلم معنی پرخاش، غرور، تکبر، بی صبری، بی حوصلگی. برد او را که نبود از اهل علم. او را میبرد که اهل علم دین نداشته باشد. پس علی اهل نماز هم هست، اهل نیاز هم هست، اهل علم هم هست. وقتی که این چیزا شد بعد مخالف زیاد هستند، ولی که را نمیتوانند که جا به جا بکنن. اما که نه، که دیگه هوا میپره. خب شعر از بالا بخونیم. آن که از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست. باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز. باد حرص و باد کینه باد آز برد او را که نبود اهل نیاز. باد کبر و باد عجب و باد خلم برد او را که نبود از اهل علم. کوه و هستی من بنیاد اوست، ورشوم چون کاه بادم باد اوست. حضرت مولا می فرماید که کوه و هستی من بنیاد اوست. بنیاد همین کوه است. اساس و بنیاد هستی من علی بنیاد همین کوه است، چون با خدا هستم. اگر انسان با هوا باشه کاهه، اگر انسان با خدا باشه کوه. بگی حافظی چی؟ با هوا باشه کاهه، با خدا باشه کوه. مولا با خداه. کوه هم و هستی من بنیاد اوست، ورشوم چون کاه بادم باد اوست. یک باد همین باد جغرافیایی زمینی هست، یک باد دیگه باد خدایی هست. اگر من کاه باشم بس بادم همین باد میشه که کاه را میبره. جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. جز به باد او، به باد هوا. اینجا باد معنی اراده، رضا. باد اینجا چی؟ اراده و رضای الله. جز به باد او نجنبد میل من، جز به رضای او که هست الله حق. نگفت شیر حقم. جز به باد او نجنبد میل من. میل من در حرکت نمیاد به جز از رضامندی پروردگار. نیست جز عشق احد سرخیل من. سرخیل پیشرو. به جز از محبت پروردگار که احد است، دیگه کسی، شخصی، خشمی، هوسی از خودم سرخیل من نیست، پیشوای من نیست، پیشرو من نیست. الله سبحانه و تعالی ما شما را هم همین توفیق را بده که بنده خدا باشیم. نگاه کن اینجا مولانا یک چیز بسیار عالی میگه. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را من بستم زین و لغام. خشم بر شاهان شه،
خشم بر شاهان یعنی خشم شاه شاهان است. یعنی چی؟ شاه موشه فرمان میده، یه زمان خشمش میاد، خشم به شاه فرمان میده و کاری میکنه که دیگه شاید همین یک کار که از روی خشم شده سبب افتادن او از تخت شاهی هم باشه. کسی را اعدام میکنه، کسی را میگه بعد کوتاه میکنن و اطرافیانش میبرن زندان تکسیل. خب نگاه کن خشم چقدر بده و بر شاهان شاهی میکنم. اما حضرت علی میگه غلام من هست خشم. الان خشم میخواست که مرا غلام بکنه، تو را بکشم. من خشم را زین و لگام کرده بودم و جلوش را گرفتم و تو هم به خدا رسیدی و این بود تا روز قیامت در مورد مدح حضرت علی، تعریف حضرت علی. اگر میکشتن دیگه کسی اسمش رو نمیبرد و در جنت و در قرب باری تعالی خیلی پیش رفت حضرت علی، چون که پیشروش خشم نبود. گفتی نیست جز عشق احد سر خیل من، خشم بر شاهان شه و ما را غلام. پس همون کسی که شاه شاهانه غلام مولا علی هست، همون چیزی که شاه شاهان هست غلام کی هست؟ مولا علی. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را من بستم زین و لگام. زین و لگام میکنن اسب را، در لگام در دستشه، هر جا که بخواد اسب را میبره میپیچه برمیگردنه میاره تو آخر. خشم را مولانا به اسب مثال داده و مثل همین هم هستش که خشم باید لگام باشه، به طور کلی نباید سلب بشه. موردی که نیاز هست همون طرف لگامش رها بکنی، موردی که نیاز نیست باید کنترلش بکنی. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را من بستم زین و لگام. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من همه رحمت شده است. میگه شمشیر بردباری و تحمل من گردن خشم مرا زده است. جایی که حلم بردباری نیازه بیشتر نیازه، خشم را گردن زده. این چیز دو چیز مقابل شدن، یکی حلم یکی خشم. یعنی یکی گذشت یکی خشم. گذشت من خشم مرا کشته. در حدیث هم هست حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که الله سبحانه و تعالی می‌فرمودند که گذشت و خشم من مسابقه دادم. گذشتم از خشم سبقت گرفت. یعنی چی؟ رحمتم از غضبم پیشی گرفت. یعنی رحمت من خیلی زیاده، خشمم کمه. چون این صفت حضرت علی رضی الله تعالی عنه از خدا گرفته. تخلقوا باخلاق الله، تخلقوا باخلاق الله. خشم حق بر من همه رحمت شده. خشم خداوندی همه برای من رحمت شده است. الله سبحانه و تعالی رحمتش خیلی بر من سرازیره، خشمش هم برای من رحمته. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تراب. من غرق در نور معرفت خداوندی هستم، گرچه سقفم شد خراب. اگرچه سقف اینجا به معنای کالبد، جسم خیلی نحیف لاغر استخونی حضرت علی که همیشه در عشق مولا بود، هر روزانه ماهی و نمیدونم غذای رژیم غذایی چند روز فلان حضرت علی روی این چیزا روی نمی آورد، چون که شیر حق بود. اول گفت من که بنده حقم، نگفت که چی نیستم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مامور تنم. مامور تن نبودم که یک روزی اصل بدم بهش. همینطور الله تعالی قهرمانش کرد، اما استقان و پوست و چی قدرت و چه شجاعت که پهلوان یهودی را زیر میکنه. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب،
من غرق در نور معرفت خداوندی هستم، اگرچه جسم من خیلی لاغر و نحیف و ضعیف معلوم می شود. روزه گشتم گرچه هستم بو تراب، من باغ معرفت خداوندی شدم. دلم پر از گلهای معرفت خداوندی هست، اگرچه من بو تراب هستم. اسم بو تراب هست، ابو تراب، یکی از نامهای حضرت علی ابو تراب هست. چون حضرت علی رضی الله تعالی عنه در خاکها خوابیده بود و جسمش رویش و مویش، جسمش رویش و مویش پر خاک بود. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دوستش داشت. آمد گفت که چطوری آقای خاکی؟ بود این خاکی دارای خاک. اونا محبت پیغمبر را داشتن، هر لفظ پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبوب بود. گفت 2 مرتبه مرا بو تراب تا صدا بکنید، مرا 2 مرتبه چی بکنید؟ بو تراب. ابو تراب از اینجا شد حضرت علی. الان مولانا اینجا از نظر شعری و بلاغه چیزی، چون که این عموما گلها از تراب از خاک میان، نه دیگه حضرت علی نام داره، مرتضی داره، اسدالله داره، اینجا ابو تراب، چون که گل با تراب با آب و خاک میره بالا. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تراب.